سلام بچه، خیلی خوش اومدید. این اولین ویدیو رسمی چنل منه، ویدیویی که خیلی وقت پیش باید رکورد میشد ولی انقدر اتفاقات عجیب غریب این چند وقت واسم افتاد که نشد. البته این دومین باری که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم. اولین بار یه کوچولو طولانی شد و احساس کردم از حوصله مخاطب به خارجه که بخواد بشینه این همه کانتنت پشت سر هم هی ببینه. فکر کنم نزدیک یه ساعت شد. و اینکه برو بریم اینترو رو ببینیم و بیایم. Geeky Rings. یی. خب بچه، یه توضیح کوچولو بدم در مورد ویدیو و اینکه کلا در مورد چیه. مهمترین بخش کریر هر آرتیستی به نظر من 3 آلبوم اولشه تو هیپ هاپ و خیلی مهمه، مخصوصا دیبیو آلبوم. حالا دیبیو آلبوم چیه؟ دیبیو آلبوم اولین دیبیو آلبوم اولین رکورد رسمی و استدیویی یه آرتیسته که تو خامترین حالت، منظور لحاظ تجربه نیست، خامترین حالت از لحاظ را بودن کار، از لحاظ ریالستیک بودن فضای آلبوم. اکثر رپرهای خفن آمریکایی رو نگاه کنید که خیلی کار درستن، دیبیو آلبومشون اصلا یه فضای دیگه ای داره. چجوری توضیح بدم؟ یه مدل دیگه است با بقیه کریرشون. البته به نظر من 3 آلبوم اول خیلی مهمه: دیبیو آلبوم، سافمور آلبوم و ترد. این 3 یه خط سیری رو با آرتیست پیش میبرن که معمولا این شکلیه، چون اکثر رپرها از جامعه‌ای میان، از جایی میان که زندگی سختی داشتن، مخصوصا کسایی که تو گتو بزرگ شدن. خیلی رپرهای این مدلی بودن، رپرهای بزرگ، جیزی، نوتوریوس بی آی جی، اسکارفیس، خیلی دیگه الان حضور ذهن ندارم دونه دونه بخوام بگم. ولی دیبیو آلبوم اصلا یه حال دیگه ای میده و این اولین ویدیو از یه سگانه است، یعنی 3 ویدیوی مختلفه. اولی در مورد 10 از بهترین دیبیو آلبومایی که من خیلی دوستشون دارم، دومی در مورد 10 سافمور آلبومی که من خیلی باشون حال میکنم، و سومی هم که سومی آلبوم آرتیسته. و این لیست 10 من و بچه‌ها سلیقه دیگرانی نباشه، من این آلبوم‌ها رو خیلی دوست دارم، واسه من خیلی تاثیرگذار بودن. هر کدومشون رو یه جور دوست دارم، یه حال و هوایی دارن. از لحاظ کانسپت منظورم نیست، از لحاظ کلیت کاره. و بریم شروع کنیم ببینیم چه خبره دیگه. من از 10 به 1 میام و توضیح میدم. سعی میکنم کوتاه کوتاه توضیح بدم، اونقدر زیاد نباشه که حوصله سربر بشه، ولی در این حال کامل باشه. شاید بعدا در مورد خیلی از این آلبوم‌ها، در مورد خیلی از این آرتیست‌ها ویدیو میسازم حتما، مخصوصا 3-4 تاشون که خیلی به نظرم مهمن و اکتای تاثیرگذاری تو تاریخ هیپ هاپ. حالا بریم شروع کنیم که از شماره 10 بریم پایین دیگه. برو بریم. بچه، شماره 10 لیست من یه آلبومه که اگه قرار بود من یه لیست از تاثیرگذارترین آلبوم‌های تاریخ هیپ هاپ درست کنم، این آلبوم شماره 1 بود 100%. دلایلش هم واضحه: اریک بی و راکیم، آلبوم پید این فول. این آلبوم بچه هیپ هاپ رو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه، اینقدر آلبوم تاثیرگذاری بوده و خیلی از رپرهای بعد از زمان راکیم از دهه 80 به بعد الهام مستقیم، یعنی اینسپایر شدن مستقیما از این آلبوم، هم از لحاظ کانسپت، هم از لحاظ رایم اسکیم و چیدمان رایم، هم از لحاظ استایل و فلو و خیلی چیزهای دیگه. بچه حتی کاور آرت این آلبوم هم تو زمان خودش یه چیز یونیک و خیلی خفنی بود. من حتما اینجا میذارم کاور آرتو. و یه توضیح کوچولو بدم در موردش. بچه این آلبوم زمانی که قرار بود رکورد بشه، اریک بی یه دیجی و پرودیوسر به دنبال مشهور شدن، به دنبال اینکه بتونه میخ خودش رو بکوبه تو نیویورک و کلی گشت یه امسی خیلی خفن پیدا کنه و نهایتا خیلی عجیب غریب راکیم سر راهش قرار میگیره. یکی از بهترین امسی های تاریخ هیپ هاپ. بچه راکیم خیلی تاثیرگذاره و حتما باید یه کانتنت جداگونه فقط در مورد راکیم من بسازم و اینکه چقدر روی آرتیست های بعد از خودش تاثیر گذاشته، چقدر آدم بزرگی بوده، چقدر ریسپکتد توی رپ گیم. و حتی آلبوم های سولوی راکیم هم برید گوش بدید. به نظر من بهترین آلبوم راکیم هنوز مستر، اولین آلبوم سولوی راکیمه و من خیلی اون آلبوم دوست دارم. ولی اگه خواستید دیسکوگرافی راکیم رو گوش بدید، حتما از این آلبوم شروع کنید.
سه تا بچه‌ها از هر آلبومی که اسم میبرم 3 تا آهنگ مورد علاقه من میگم که اگه خواستید گوش بدید اول اینا رو گوش بدید و سلیقه من بیشتر آشنا شید، بعد حالا سلیقه خودتون رو دنبال کنید و ببینید با کجا بیشتر حال میکنید. مورد علاقه من Eric B is the President, Paid in Full و I am no joke که این I am no joke فوق العاده است بچه‌ها، حتما برید ببینید رایم اسکیمای راکیمو توی این آهنگ حتما بهش دقت کنید و پروداکشن فوق العاده اریک بی که خیلی خفنه. بچه پید این فول تو زمان خودش توی آمریکا پلاتینیوم شده، 1 میلیون فروش هم داشته و فروش خوبیه واسه یه دیبی آلبوم. شاید به اندازه آلبومای دهه 90 فروش نداشته باشه ولی دقت کنید این آلبوم 1987 ریلیز شده، یعنی زمانی که هنوز رپ گیم تو پیک خودش نبوده، تو اوج نبوده و راکیم جزو پاینیرهای هیپ هاپ نوینه. تا قبل از راکیم خیلی هیپ هاپ متفاوت بوده، نه فقط راکیم، بیگ دادی کین، کرس وان، اینا رپرهای خیلی تاثیرگذاری و قبل از این بیشتر مردم با ران دی ام سی، کورتیس بلو، شوگر هیل گنگ، مستر کز و این مدل رپر رو بیشتر رپو میشناختن و از زمان راکیم و بیگ دادی کین بود که هیپ هاپ یه شکل دیگه به خودش گرفت و نوسکول اون زمان بودن راکیم و کرسمان، بیگ دادی کین دیگه. هم بریم شماره 9. بچه شماره 9 من آلبومیه که من بیشتر از هر آلبوم وست کوست دیگه ای بهش علاقه دارم. خیلی این آلبوم من دوست دارم و به نظرم با اینکه اولین آلبوم این آرتیسته، نقطه اوج این آرتیست هم است و هیچ وقت نتونست بعد از این همچین پروژه‌ای رو تحویل بده، همچین پروژه خفنی بسازه. آلبوم داگی استایل از اسنوپ داگ 1993 دسترو رکورد اینتو اسکوپ ریلیز شده. بچه‌ها داگی استایل بیشک بهترین آلبوم کریر اسنوپ داگه، به خیلی دلایل بهترینه. بچه‌ها اسنوپ داگ توی این آلبوم بیشتر از این که بخواد اینسپایر بشه از آرتیستای وست کوست مثل آیستی، مثل اسپایس وان، مثل دی جی کویک، حالا هر آرتیستی که قبل از اسنوپ داگ توی این گیم بودن، بیشتر از اسلیک ریک اینسپایر شده و تاثیر اسلیک ریک توی روند رایم اسکیم، توی داستانگویی و خیلی از نقطه‌های دیگه این آلبوم کاملا مشهوده. و جالب اینه که بهترین پروژه وست کوست وایب دکتر دری به نظر من همین آلبومه. اوج جی فانک وست کوست به نظر من تو همین آلبومه، یعنی فان بودن آلبوم، حس فرش بودنش، هنوزم گوش بدی به این آلبوم مثل روز اولش فرشه و بقیه کاتالوگ اسنوپ داگ هیچ کدومشون به نظر من همچین خاصیتی ندارن که اینقدر فرش باشن. اسلنگای خیلی خفن وارد رپ گیم کردین آلبوم و کل کانسپت آلبوم در مورد زندگی یه تینیجره که توی لانگ بیچ به دنیا اومده تو کالیفرنیا، گنگ ریلیتد لایف بهش میگن اصطلاحاً. و اسنوپ داگ پرایم لیریکال بودنش به نظر من تو همین آلبومه. دیگه تو هیچ پروژه‌ای نتونست اینقدر لیریکال باشه. لیریکال نه به این که فقط بخواد مفهومی رو به مخاطب بفهمونه یا حرف خیلی بزرگی بزنه. لیریکال از این لحاظ که شما میتونی ریلیت کنی باش، میتونی حس کنی که داره در مورد چی حرف میزنه، چطور حرف میزنه و برای چی داره این حرفو میزنه. و بچه‌ها آهنگای مورد علاقه من از این آلبوم، اولی لادی لادیه که یه ادای دین به اسلیک ریک این آهنگ. اول ترک هم وقتی شروع میشه اسنوپ داگ در مورد اسلیک ریک صحبت میکنه و میگه که چقدر بهش ریسپکت داره. دومی جین اند جوس، خیلی آهنگ باحال و فانیه، هنوزم باحاله و کلی شاوت اوت توی آهنگای دیگه تاریخ هیپ هاپ به این آهنگ شده. خیلی شاوت اوت کردن به این آهنگ مثل کی کمپ، مثل تی آی، لیل وین، خیلی و بهترین ترک این آلبوم از نظر من Ain't No Fun. بچه‌ها برید این آهنگ رو گوش بدید و لذت ببرید. این آهنگ یه موزیک فیچره با وارن جی و نیت داگ و کراپت. بچه‌ها بخوام ساده توضیح بدم، کسکلک ترین موزیکی که میتونید هنوز گوش بدید همین آهنگه. اگه این آهنگ امروز ریلیز میشد مطمئن باشید فمینیستا میگرفتن میکشتن اسنوپ داگو، اینقدر فاز اون مدلی داره. باید گوش بدید تا متوجه حرفم بشید. اگه شد یه تیکت تکس نیت داگو این بالا میذارم که متوجه بشید منظورم چیه. و بچه‌ها 7 میلیون فروش داشته این آلبوم توی آمریکا زمانی که ریلیز شده و تا چند سال بعدش هم همینطور ادامه داشته
و رکورد فروش هفته اول آلبوم هیپ هاپ تا سال 2003 که یه آلبوم دیگه که تو لیست منم هست و جلوتر میگم، تا اون زمان دست داگی استایل بوده تا وقتی که اون آلبوم ریلیز شده. این شماره 9 لیست من بود. بریم واسه بعدی. خب بچه شماره 8 لیست من یه آلبومه که فکر نکنم اگه کسی نرد هیپ هاپ باشه، هیپ هاپت باشه، تا حالا نشنیده باشه، یا حتی اگه این آلبوم رو گوش هم نداده باشی به صورت مستقیم نمیتونی ازش فرار کنی. آلبومی که انقدر تاثیرگذار و بزرگ بوده که هنوز هم در موردش حرف زده میشه، هنوز ازش سمپل میشه، هنوز میم درست میکنن ازش. و این آلبوم چیزی نیست جز آلبوم The Chronic دکتر دری 1992 از دسترو رکورد. بچه دیبیو آلبوم دکتر دری نه تنها بهترین آلبوم برای شناخت وستکوسه به صورت کامل، منظورم جی فانک وستکوسه نه کل وستکوست، چون تو ایران معمولا وقتی در مورد وستکوست حرف میزنی همه به اون وایب جی فانکش اشاره میکنن. بچه خیلی از آرتیستای وستکوست هستن که تو کانتنت فارسی من تا ندیدم کسی در موردشون صحبت کنه و خیلی آدمای بزرگی بودن، آدمایی بودن که وایب خودشون رو داشتن، نگاه خودشون به وستکوست رو داشتن، مثل دیجی کویک، مثل اسپایس وان، مثل آیستی، نه خیلی های دیگه. دومی موردی که این آلبوم خیلی مهم میکنه معرفی یه نسل از رپرهای وستکوست به صحنه مینستریم هیپ هاپ آمریکاست. بچه‌ها این آلبوم کلا جی فانک رو مینستریم کرد قبل از اینکه داگی استایل بیاد و یه لول دیگه اون رو ارتقا بده. و لیست کسایی که توی این آلبوم بودن و بعد از این آلبوم ترکوندن، جویدن، صحنه هیپ هاپ رو ریختن کنار، میخونم شاید الان خیلیاشون الان نشناسید ولی تو زمان خودشون خیلی خفن بودن. بچه نیت داگ خدا رحمتش کنه یکی از اونا بوده، اسنوپ داگ یکی دیگه بوده، کراپ، دز، لیدی آف ریج، وارن جی و خیلی های دیگه. لیدی آف ریج یه رپر زنه که تو دسترو بوده و تو زمان خودش رپر خوبی بوده، با اینکه کاتالوگ خیلی بزرگی نداره ولی تاثیرگذار بوده، خیلی ها رو اینسپایر کرده. بچه مهمترین چیزی که توی این آلبوم من خیلی دوستش دارم معرفی سمپلای فانک و باحال و کچی و فلو لید بک دکتر دری که بیشتر تاثیر اسنوپ داگ بوده توی این آلبوم، چون اسنوپ داگ از همون زمان تا همین الانم به پروژه‌اش گوش بدید هنوز اون فلو اسموت و لید بکش که انگار چیل کرده امضای اسنوپ داگ بوده بچه‌ها که روی این آلبوم گذاشته. The Chronic زمان ارزش 5 میلیون تا الان فروخته تو آمریکا و 5 تایم پلاتینیوم شده. این شماره 8 من بود، کرونیک دکتر دری 1992. و بریم واسه شماره 7. خب بچه شماره 7 لیست من یه آلبومی که به نظر من بیشترین تاثیر رو روی رپ فارسی توی سالهای اولیه داشته، البته بعد از اون فازی که توپاک به رپ فارسی داد و خیلی از رپر ازش اینسپایر شدن، اما هنوزم به نظر من تاثیرگذارترین آلبوم روی رپ فارسی این آلبوم Get Rich or Die Trying از 50 سنت 2003 از شیدی رکورد. و بچه‌ها King of New York بزرگترین تایتل هیپ هاپه و اینکه کسی که کینگ آف نیویورک بوده تو زمان خودش همیشه ریسپکتد ترین رپر بازی بوده. یه زمانی این تایتل دست نوتوریوس بی آی جی بوده، یه زمانی دست جیزی بوده و 50 سنت آخرین کسیه که این تایتل رو به دست میاره و بعد از اون دیگه هیچ کس نمیتونه اونقدر بلو آپ کنه که این تایتل رو بهش بدن. 50 سنت قبل از اینکه این آلبوم ریلیز کنه یه میکس تیپ رپر بوده و بیشتر یه هاسلر خیابونی بوده و خیلی از میکس تیپاش پلی میشده جای مختلف کوینز. ولی این آلبوم کاری میکنه که 50 سنت از یه میکس تیپ رپر نو نیم به قله هیپ هاپ دنیا برسه در عرض یک سال. و امینم کسی بوده که از روز اول میدونسته 50 سنت پتانسیل و ایکس فاکتور اینو داره که بخواد یهو بیاد بتر کنه همه چی رو. بچه کل پروسه رکورد کردن Get Rich or Die Trying تو یک هفته بوده، نیمه اولش رو امینم، نیمه دومش هم دکتر دری پرودوس کردن. و یه فکت جالب بگم در مورد این آلبوم، قبل اینکه این آلبوم بخواد رکورد بشه، بخواد ریلیز بشه، 50 سنت برنامه داشته که دیبیو آلبومش رو رکورد کنه ولی 9 تا تیر میخوره توی محلشون به واسطه مشکلی که با یه گنگلورد محلی داشته به اسم سوپریم و اونجا پایه‌گذاری اولیه بیفش با جاروله که بعدا در موردش توضیح میدم. بچه این همون آلبومه که رکورد داگی استایل رو میزنه، تو هفته اول ریلیز شدنش 872,000 واحد میفروشه این آلبوم.
دقت کنید 872,000 واحد فیزیکی، یعنی CD، که هنوزه شکسته نشده و دلایل مختلفی هم داره. این آلبوم اگه از اول تا آخر گوش بدید، هم میتونید ترک گنگ توش بشنوید، هم میتونید چند تا اسمشیت رادیویی بشنوید که عامه پسندتر و مینستریم تره. و 3 تا از آهنگای خیلی مورد علاقه من از این آلبوم این د کلابن که دیگه فکر کنم هر کسی که هیپ هاپ گوش داده حداقل یک باری آهنگو شنیده. 21 کوئسچنه که یه آهنگ احساسیه. به جالب اینه موقعی که 21 کوئسچن رکورد شده بود، دکتر دریم متنفر بود از این آهنگ، میگفت که چیه فاز چیه توی آلبوم مثلا گنگ اومدی در مورد کسی صحبت میکنی که تو زندانه و این ترک درد و دل کسی که تو زندانه و دوست دخترش که بیرونه و داره بهش میگه آقا من این سوالا رو دارم ازت میپرسم، اگه من توی این زندانم تو میمونی و برای من صبر میکنی که من برگردم و دوباره زندگیمون رو شروع کنیم. آهنگ سومی هم که خیلی دوست دارم PIMP، خیلی خیلی بیت کچی، فلو کچی. کل این آهنگ از اون موزیکاست که میلیون بار میتونی گوش بدی و خسته نشی. و در مورد ویدیو کلیپش هم خودتون میدونید دیگه، توضیح بیشتر، ولی PIMP خیلی کچیه. بچه‌ها این آلبوم تو آمریکا فقط 9 میلیون فروخته، فقط توی خاک آمریکا، کاری به فروش جهانیش ندارم، فقط توی آمریکا 9 میلیون فروش داشته و شماره 7 لیست منم هست. بریم بعدی. خب بچه‌ها شماره 6 لیست من فکر کنم اولین آلبومی باشه که وقتی ازش صحبت کنم مخاطب فارسی زبان اونقدر شناختی ازش نداشته باشه، ولی نه تنها توی لیست دیبیو آلبوم من هست، بلکه جز 25 تا آلبومی هست که من توی لیست خودم گذاشتم واسه بهترین آلبوم‌های تاریخ هیپ هاپ و به شدت آلبوم تاثیرگذار، جریانساز و فوق‌العاده‌ایه. آلبوم Only Built for Cuban Links از ریکونه، یکی از اعضای ووتنگ کلن. بچه در مورد این آلبوم اگه بخوام صحبت کنم، قبل از این که بخوام این آلبوم رو تشبیه کنم به یه آلبوم موسیقی، دوست دارم در مورد وجه دومش صحبت کنم که برای من خیلی بولتره. این آلبوم قبل اینکه یه پروژه موسیقی باشه یه فیلم سینماییه. رضا پرودیوسر ووتنگ کلن و لیدر دیفکتو ووتنگ کلن به عنوان کارگردان، ریکون یا لکس دایمن به عنوان نقش اصلی و گوست فیس کلا یا تونی استارکس به عنوان گست استار یا نقش مکمل و بقیه آرتیستایی که توی این آلبوم هستن با اصطلاح وو گمبینو ازشون یاد میشه. بچه گمبینو یه گنگ لیدر خیلی بزرگی بوده تو اوج مافیا ایتالیایی تو نیویورک و آمریکا و گمبینو وامدار اون اسمه. سمپلای عجیب غریبی که رضا توی این آلبوم استفاده میکنه و تو همه پروژه‌های ووتنگ کلن اگه دقت کنید رضا یه سری رو پیش میگیره و توی این آلبوم هم دقیقاً همینجوریه. اکثر سمپلایی که رضا توی این آلبوم استفاده میکنه از فیلم دکیلر جامبوه، یکی از لژندای فیلم‌های اکشن. اگه به فیلم اکشن علاقه داشته باشید امکان نداره ندیده باشید جامبو. مثل فیس آف یکی از معروف ترین فیلماشه تو ایران، فکر میکنم که همه دیدن، نیکولاس کیج بازی میکنه. بچه وقتی این آلبوم ریلیز میشه ریکون و گوست فیس یه بیف کوچولویی دارن با نوتوریس بی آی جی، به خاطر همین یه اسکیت هم توی این آلبوم هست که اشاره مستقیم داره به نوتوریوس و به اینکه آقا تو وامدار مایی و مافیوس و رپینگ رو تو داری ریپاف میکنی از ووتنگ کلن و از ما دو نفر. اسم دوم این آلبوم یعنی اسم غیر رسمیش پرپل تیپه، به خاطر اینکه زمان ریلیز شدن آلبوم نوار کاستایی که این آلبوم روش ضبط شدن و پخش شدن این دوره سیدی نبودن هنوز که اونقدر همه گیر باشه، همشون بنفش رنگ بودن و از اون موقع اسم دوم و غیر رسمی آلبوم پرپل تیپ بوده. واسه خیلی از پروژه‌های موسیقی اتفاق افتاده، معروف ترینش که اگه مثالی بزنم که همه بدونن مثل بلک آلبوم متالیکاست که سلف نیم تایتل بوده اون آلبوم ولی به بلک آلبوم معروف میشه. بچا 3 تا از آهنگای مورد علاقه من از این آلبوم، اولیش کرایمولوژیه، دومی آیس کریم و سومی موزیکی که من خیلی دوست دارم از این آلبوم و پیشنهاد میکنم بارها بهش گوش بدید. اگه امسی ها رپرید که به تکست، به محتوایی که دارن ارائه میدن، به فلو و جریان کلی داستان گوش بدید. اسم این آهنگ وربال اینترکورس، توضیح نمیدم که وربال اینترکورس چه، خودتون یه سرچ کوچولو کنید متوجه میشید. و اولین
موزیک از یه پروژه ووتنگ کلنه که یه گست اومده و فیچرینگ با ناز، رپری که اون موقع تو پرایم بوده و بزرگترین رپر زمان خودش بوده تو اون دوران و حتما گوش بدین این ترک رو. این موزیک کلاس درسه واسه هر کسی که به هیپ هاپ علاقه‌منده، از سامپلای رضا تا استایل رپینگ هر سه تا MC که روی این بیت هنرنمایی میکنن فوق‌العاده است بچه‌ها، حتما گوش بدید و بهتون توصیه میکنم حتما این آلبوم از ترک اول تا ترک آخرش پشت سر هم گوش بدید، چون شبیه یه فیلمه که باید یه سره ببینیش. اینجوری نیست که وسط یه ترک مثلا پلی کنی بری از اول یکی پلی کنی. و به اسکیتاش هم دقت کنید بچه‌ها، اسکیتای این آلبوم خیلی مهمه و بعضیاشون پیش درآمدیه به ترک بعد از خودشون. این آلبوم تو آمریکا 1 میلیون میفروشه و فکر کنم اولین یا دومین سولو پراجکت ووتنگ، یکی از اعضای ووتنگ که پلاتینیوم شده، فکر کنم بعد از متد من. این شماره 6 لیست من بود. بریم واسه بعدی. رسیدیم به شماره 5. فکر میکنم آلبومیه که من بیشتر از هر آلبوم دیگه‌ای، شاید یه آلبوم فقط بیشتر از این باشه، آلبومیه که من بیشتر از هر آلبوم دیگه‌ای تا حالا بهش گوش دادم و در مورد هیپ هاپ یاد گرفتم ازش و نمونه کامل یه آلبوم مافیوسو و توضیح کامل زندگی یه هاسلر اهل بروکلینه. آلبوم Reasonable Doubt از جیزی 1996 از راکافلر رکورد. این آلبوم بهترین پروژه جیزیه به نظر من هنوزم. خیلی هم میگن بلوپرینت، ولی من این آلبوم خیلی بیشتر بلوپرینت دوست دارم. دلیل خودم هم دارم، شاید یه نفر با بلوپرینت بیشتر حال کنه چون اسمش‌های بیشتری داره، هیت‌های بیشتری داره، ولی جذابیت این آلبوم برای من اوج لیریکال بودن جیزیه و اینکه چقدر این آدم میتونه بزرگ باشه توی شعرنویسی، چقدر میتونه با استایل‌های مختلف رپ کنه، چقدر میتونه با آرتیست‌های دیگه خودشو هماهنگ کنه. شما هر کدوم از فیچرهای این آلبوم بهشون گوش بدید میبینی که جیزی نه تنها خودش رو شبیه اون آرتیست نکرده، بلکه شیمی عجیبی با هم دیگه دارن. حتما برید ترک بروکلین فاینست رو گوش بدید. نوتوریوس بی آی جی یکی از گست استارهای این آلبومه و خیلی موزیک خفنیه اون، با اینکه جزء 3 تا موزیک برتر من توی این آلبوم نیست، ولی خیلی خیلی موزیک خفنیه. زمانی که جیزی قرار بود اولین پروژهش رو رکورد کنه و یه آلبوم بده بیرون، هیچ لیبلی جیزی رو قبول نکرد. دمو تیپش رو به خیلی از لیبل‌ها برد ولی همشون ریجکت کردن، گفتن آقا کانسپت آلبوم چیزیه که کامرشال نیست، نمیفروشه و مردم اصلا نمیفهمن تو داری در مورد چی حرف میزنی. البته اگه هر کسی دیگه جای اون لیبل می بود شاید همین کارو میکرد. کانسپت کلی آلبوم در مورد یه گنگ و امپراتوری مافیاییه که جیزی توی رأسش قرار داره و کل آلبوم در مورد زندگی یه هاسلر اهل بروکلینه که خیلی تاثیر زیادی از دون مافیاهای مثلا دهه 20 و 30 آمریکا گرفته، مثل آل کاپون، مثل گمبینو، مثل جانگاری و شاتات مستقیم داره بهشون. بچه‌ها این آلبوم خیلی چیزا رو توی هیپ هاپ مود کرد. اولا سیستم مافیوسو رپ، گنگ رپ، ریالیتی رپ رو تغییر داد. اگه تا قبل از این افتخار بود که از پست بودن مثلا محیط زندگیت بیا یه جوری تعریف کنی که انگار افتخاره، جیزی کاری کرد که اون ساید فلشی تر و با کلاستر و خفن‌تر از زندگی یه کسی که توی دنیای کرایم رو تعریف میکرد. مثلا در مورد کریستال حرف میزد، کریستال منظورم کریستال شامپین نه کریستال. در مورد لکسوس میاد حرف میزنه، در مورد مثلا ماشینای سوپر اسپورت، بانوان زیبا و هر چیزی که یه دون مافیا همیشه حول محور زندگیش، نه یه گنگ بنگر خیابونی که مثلا اسلحه دستش میاد میزنه 10 نفر رو میکشه و اینا. نکته دیگه ای که در مورد این آلبوم خیلی مهمه بچه، تیم پروداکشنه که به نظر من بهترین تیم پروداکشنی بود که جیزی میتونست واسه این آلبوم استفاده کنه. همشون سوپر استارن، همشون آدمای بزرگی ان و سه آهنگ مورد علاقه من از این آلبوم Can Knock the Hustle, The Evil و Dead President هن که هر سه تاشون مسترپیسن که The Evil حتما گوش بدید، خیلی میتونید ازش یاد بگیرید، مخصوصا سامپلینگ فوق العاده‌اش. این آلبوم تو زمان ریلیز شدنش 1.5 میلیون فروخت تو آمریکا که واسه جیزی که یه اسم جدید بود. جیزی از 1988 بچه تو رپ گیم بوده، همیشه اوپنینگ میکرده واسه بیگ ددی کن و خیلی از رپرهای دیگه مثل جزو که منتورشه، ولی هیچ موقع یه پروژه سولو نداد بیرون و هیچ موقع معروف نبود اونقدر و این آلبوم رو مستقل پخش میکنه جیزی. وقتی میبینه هیچ لیبلی قبولش نمیکنه با دیم دش یه لیبل جدید به اسم راکافلر رکورد میزنن که بعدها بچه‌ها انقدر تاثیرگذار میشه این لیبل
که آدمایی مثل کانیه وست ازش در اومدن، مثل فریوی، مثل بینی سیگر، مثل ممفیس بلیک، خیلی از رپرهای بزرگ اون زمان از این لیبل اومدن و لیبل خیلی تاثیرگذاریه تو تاریخ هیپ هاپ. نه تنها خود راکافلر رکورد، بلکه تمام دیستورباش، هر چیزی که زیر مجموعه این لیبل بزرگ بوده بعدها خیلی تاثیرگذار میشه، پولساز میشه و کلا لیبل مهمیه تو تاریخ هیپ هاپ. این شماره 5 لیست من بود. بریم واسه بعدی. بچا شماره 4 لیست من تنها بانوییه که توی این 10 تا آلبوم هست و به نظر من مهمترین آرتیست زن تاریخ هیپ هاپ. تنها هیپ هاپ، بلکه خیلی از آرتیست‌ها توی سبک‌های دیگه مثل سول، مثل R&B از این آدم الهام مستقیم گرفتن، براشون آیدل بوده و خیلی موزیسین تاثیرگذاریه، نه فقط یه رپر یا هیپ هاپ آرتیست. شماره 4 لیست من The Miseducation of Lauryn Hill از خود لارن هیل، اولین آلبوم سولو لارن هیله و یه جدایی خیلی بد داشته لارن هیل از فوجیز که الان جاش نیست بخوام در موردش صحبت کنم، اما همین موضوع جدایی از فوجیز یه ترک توی آلبوم هست به اسم Lost Ones که دیس مستقیم به اعضای فوجیز و توضیح میده که چطور این اتفاق افتاد، من برای چی جدا شدم از فوجیز و همه چی رو توضیح میده. این دیسترک یکی از متفاوت ترین دیسترک هایی که من تا حالا شنیدم، نه فوش عجیب غریبی توش هست، نه توهین عجیبی توش هست. یه جوری لارن هیل دیس میکنه اعضای فوجیزو که انگار که مثلا شخصیت خودش یه شخصیت ورای بقیه اعضای فوجیزه و اصلا براش مهم نیست. حالا که لاست وانز رو گفتم، دو تای دیگر هم بگم بعد در مورد آلبوم صحبت کنم. The X Factor و Everything is Everything آهنگای مورد علاقه منن از این آلبوم. بچه‌ها زمانی که لارن هیل می‌خواست این آلبوم رو ضبط کنه تو جامائیکا این کار رو انجام داد و با روحان مارلی، و اینکه وقتی شما آلبوم رو گوش میدید حس میکنید که تأثیر موزیک رگه، تأثیر موزیک سول، تأثیر موزیک R&B روی این آلبوم چقدر زیاده و شیمی تمام این ژانرها با هم دیگه یه آلبومی رو میسازه که اولین آلبومیه که یه سولو آرتیست زن باش گرمی میبره تو دنیا هیپ هاپ و جدای از اون آلبوم خیلی تاثیرگذاریه. بچه‌ها لیست آرتیستایی که از این آلبوم تاثیر گرفتن و تو کریرشون همیشه شاوت اوت کردن به این آلبوم انقدر زیاده که تو این لیست نمیگنجه. من بخوام بهتون بگم چند تاشو میگم. کانیه وست همیشه گفته این آلبومی که آلبومای مورد علاقه منه. ادل که یه سول آرتیسته، ریهانا، فاکسی براون و خیلی های دیگه. بچه کلی آرتیست هستن که از این آلبوم اینسپایر شدن و خیلی عجیبه که این آلبوم تنها آلبوم سولو لارن هیله و بعد از این دیگه آلبوم نداد و 10 میلیون واحد فروش داشته بچه این آلبوم تو آمریکا. دایمنده، پلاتینیوم نه، دایمنده این آلبوم. و شما هر لیست معتبری، هر سایت منتقد موسیقی، هر مجله موسیقی و هر کسی که توی موزیک تاثیرگذاره، منظورم منتقده، مجله، سایت، هر کسی که در مورد موسیقی حرف میزنه نمیتونید پیدا کنید که این آلبوم توی لیستش نباشه. اینقدر این آلبوم مهمه بچا، حتما گوش بدین این آلبومو. شاید اونقدر هیپ هاپی نباشه، اونقدر رپی نباشه، ولی آلبوم عجیبیه بچا، حتما گوش بدید به این آلبوم. بهتون توصیه میکنم حتما تو پلی لیستتون بذارید این آلبوم، چون خیلی آلبوم خفنیه. شماره 4 لیست من این بود. بریم واسه بعدی. بچه شماره 3 لیست من آلبومیه که 25 تا آلبوم برتر زندگیمه و خیلی دوستش دارم. آلبوم فکر کنم 500 بار این آلبوم گوش دادم. آلبوم Ready to Die از Notorious B.I.G 1994 ریلیز شده از لیبل بد بوی. این آلبوم یه اتوبایوگرافی از زندگی Notorious B.I.G و جالب اینه که Notorious B.I.G نه تنها خودش رو سانسور نمیکنه، نه تنها ماسک این که من فلان سختی رو کشیدم و نمیدونم من این مدلی در حقم اجحاف شده و نه تنها از این حرفا نمیزنه، بلکه خامترین و بی‌پرده ترین مدل خودشه تو این آلبوم. از زندگی هاسلری، فروش مواد، مشکلات خانوادگی خیلی زیاد، درگیری اجتماعی، بزرگ شدن توی هاوسینگ پراجکت های نیویورک و تمام این مشکلات که نوتوریوس B.I.G از زمان تینیجریش باشون دست و پنجه نرم کرده رو میاد یه جوری براتون تعریف میکنه که شما فکر میکنید توی اون محیط زندگی کردید، احساس میکنید که خودتون رو میتونید جای آدم بذارید و انقدر این آلبوم خودمونی تعریف میکنه تمام داستان زندگی یه تینیجر نیویورکی رو که هنوزم میتونی باش ارتباط برقرار کنی. آلبوم اگه امروز هم گوش بدی دقیقاً مثل 1994 تاثیرگذاره.
و سابجکت مدر این آلبوم انقدر بزرگ و وایده، شما وقتی گوش میدی بهش تعجب میکنی که چطور میشه یه امسی در مورد همه اینا حرف بزنه و تو همشون هم بهترین باشه. از مسائل جنسی گرفته، خرید و فروش مواد، زندگی خیابونی، نمیدونم درگیری توی مدرسه، مشکلات عاطفی، درگیری با خانواده و همه اینا رو نوتوریس بی‌آی‌جی یه پکیجی میکنه در مورد زندگی خودش. انقدر زیبا اینو تعریف میکنه که آدم دوست داره بارها بهش گوش بده. و اگه کل اینو بذاریم کنار، اصلا کاری به مفهوم آلبوم نداشته باشیم، این آلبوم یه کلاس درسه واسه رپری که میخواد معنی فلو رو بفهمه. بچه فلوهایی که نوتوریس بی‌آی‌جی توی این آلبوم استفاده میکنه عجیب غریبن که چطور تو میتونی اینقدر روان حرف بزنی، اینقدر کلمات زیبا کنار هم دیگه بچینی و همونقدر که تکنیکی و فوق‌العاده‌ای، همون مدلی هم به دل کسی که داره اونو گوش میده بشینه. خیلی رپرها هستن خیلی تکنیکال رپ میکنن، از فلوهای مختلف استفاده میکنن، اما وقتی شنونده میشنوه اون آهنگو به دلش نمیشینه، چون معلومه که رپر داره زور میزنه که تکنیکال باشه، ولی چیزی که داری میشنوی نه تنها واقعیت نداره و فیکشنه، اصلا نمیتونی باش ارتباط برقرار کنی. ولی نوتوریس بی‌آی‌جی این دوتا رو با هم دیگه کامباین میکنه و یه چیز عجیب تحویلت میده. فلوهای فوق‌العاده، لیریکای عمیق، در عین حال فان و خشن. خیلی عجیبه تو یه لیریک بنویسی هم فان باشه، هم عمیق باشه، هم خشن باشه، هم سکشوال باشه در عین حال و لذت ببره مخاطب ازش. خیلی این آلبوم بچه مهمه. آهنگای مورد علاقه منم از این آلبوم، کل این آلبوم واسه من فوق العاده است. ولی اگه بخوام 3 تا رو بگم، جوسی به نظر من بهترین ترک آلبومه و یکم ماندگارترین ترک های تاریخ رپ، نه فقط این آلبوم. بعدی بیگ پاپا که همون موضوع سکشوالی که بهتون گفتم نوتوریس در موردش حرف میزنه و آدم عشق میکنه وقتی گوش میده. و بعدی هم Everyday's Struggle که خیلی موزیک دلی خفن، یه دلنوشت نوتوریس بی‌آی‌جی در مورد زندگی هر روزش و اینکه چه اتفاقاتی براش میفته. بچه این آلبوم زمان ریلیز شدنش 4 میلیون تو آمریکا فروخته 1994 و شماره 3 لیست منه. بریم واسه بعدی. خب بچه شماره 2 لیست من یه آلبومه که بین این 10 تا آلبوم که اسمشون رو دارم میبرم و در موردشون توضیح میدم یونیک ترین آلبومه، خاص ترین آلبومه و آلبومیه که هیپ هاپ رو دقیقاً مثل پید این فول به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه. خیلی آلبوم مهمیه و از یکی از اکتای مورد علاقه من تو هیپ هاپ. بچه آلبوم اینتر د ووتنگ کلن 36 چمبرز از ووتنگ کلن. اگه بخوام در مورد ووتنگ صحبت کنم بچه فکر کنم 2 ساعت میتونم بشینم در مورد ووتنگ حرف بزنم، اما گذاشتم واسه یه ویدیو دیگه که قشنگ بشینم فقط در مورد ووتنگ یه کانتنت خیلی خفن بسازم. و ووتنگ به نظر من بهترین گروه هیپ هاپ تاریخه. اکتیه که خیلی از رپرهای بعد از ووتنگ ازش الهام گرفتن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، نه تنها توی رپ کردن بلکه پروداکشن. بچه رضا پرودیوسر مورد علاقه منه، نه تنها پروژکت هایی که با ووتنگ داشته، پروژکت های سولوی خودش با اسم بابی دیجیتال و آلبوم هایی که با گریو دیگاز کار کرده همشون جذابن، همشون فاز خاص خودشونو دارن، وایب خاص خودشونو دارن، در مورد موضوعات خاص خودشون صحبت میکنن و دنیای مختلفی از هم دیگه دارن. ولی برسیم به خود آلبوم دیبیویی که از ووتنگ منتشر شده. بچه‌ها استاتن آیلند تو نیویورک معروف به منطقه فراموش شده، جاییه که نه به اندازه بروکلین آرتیست معرفی کرده، نه به اندازه منهتن لحاظ اقتصادی مهم بوده، نه به اندازه کوین وسعت داشته، نه به اندازه کل نیویورک مهم بوده هیچ وقت. هیچ وقت شما نمی‌بینید در مورد استاتن آیلند بیان حرف بزنن تا زمانی که ووتنگ میاد توی رپ گیم. 9 تا MC ماسک زده از استاتن آیلند، یه کاور آرت عجیب، یه لوگوی عجیب که دیجی ماتماتیک زده. به نظر من بهترین لوگوی تاریخ هیپ هاپ، اصلا عجیب غریبه، یه لوگوی این شکلیه. همه چیز این آلبوم یونیکه بچه‌ها، از آرتیستایی که توش رپ میکنن، از پروداکشن بی‌نظیر رضا. یه آلبوم هاردکور هیپ هاپه با سمپل فیلم‌های شاولین و سابجکت مدر عجیب غریب، از خشن‌ترین و دارک‌ترین چیزایی که میتونید بهش فکر کنید، در عین حال فانه. هر کدوم از رپرایی که توی این آلبوم رپ میکنن هر کدومشون استایل خاص خودشونو دارن، وکابلری خاص خودشونو دارن، فلو خاص خودشونو دارن
و one of a kind تو هر چیزی. و به نظر من خیلی از رپرهایی که از ووتنگ اومدن هنوزم underrated هن، هنوزم تو تاریخ هیپ هاپ اونجوری که لیاقتش رو داشتن بهشون پرداخته نشده، مخصوصا اینسپکتر دک و کاپادونا. دو تا از رپرهای مورد علاقه من. کاپادونا فوق العاده است. یه تیکه از وینتر وارز من تو توییترم گذاشته بودم که بچه‌ها گوش بدن، یه ورس کامل کاپادونا تو آهنگه. و بچه‌ها این آلبوم نه تنها دنیای هیپ هاپ رو تغییر داد، لحاظ میوزیکال منظورمه، نه تنها این کار رو انجام داد، بلکه سیستم دیل کردن یه آرتیست با لیبل رو واسه همیشه تغییر داد. رضا یه پلن 5 ساله داشته که اینجا در موردش حرف نمیزنم، باید میگم یه ویدیوی کامل در مورد ووتنگ بگیرم و صحبت کنم در موردش. و تمام رپرهایی که توی این آلبوم مشارکت داشتن که 9 تا MC بودن، نصفشون پارک هیل پروژکت ریپرزنت میکنن، نصف دیگرشون بروکلینو. و اولین اکتای هیپ هاپن که استنتن آیلند رو روی مپ هیپ هاپ میارن و کاری میکنن که بقیه نیویورک بهشون احترام بذارن. تا قبل این شکلی نبوده بچه، همه رپرهای خفن نیویورک از بروکلین و کوینز بودن. و ووتنگ کلن اولین اکت هیپ هاپی که از استنتن آیلند میاد و یه کاری با هیپ هاپ میکنه که دهن همه رو میبنده. بچه زمان ریلیز شدن این آلبوم 3 میلیون نسخه فیزیکی فروخته که واسه یه آلبوم هاردکور خیلی زیاده بچه. اون موقع هاردکور رپ انقدر مینستریم نبوده و ووتنگ کلن اکتیه که هاردکور رپ رو انقدر مینستریم میکنه و همه فن هاردکور رپ میشن. کاری که کریرس وان میخواست انجام بده ولی اونقدر توش موفق نبود و ووتنگ این کار رو انجام میده به بهترین شکل ممکن و یه فن بیس خیلی بزرگی رو جمع میکنه که خیلی هم تعصب دارن روی ووتنگ و اکثر کسایی که ووتنگ گوش میدن اصلا بقیه هیپ هاپ کاری ندارن، یه وفاداری خاصی به ووتنگ دارن. چون ووتنگ غیر از این که یه اکت، یه کالاب خیلی بزرگی تو هیپ هاپ، یه زیر مجموعه داره که بهش میگن ووتنگ کیلر بیز، یعنی زنبورای کشنده ووتنگ که هر کدومشون رپرهای فوق العاده با استعدادی ان، مثل کیلا پریست، مثل استریت لایف و خیلی دیگه. و کسی که ووتنگ گوش میده معمولا مدل هیپ هاپ بقیه آرتیستا اونقدر بهش نمیچسبه، چون یه سری ادبیات خاص داره ووتنگ، یه سری اسلنگای خاص داره، یه سری اکتای خاص داره، کاور آرت خاص خودشو داره. هر چیزی که به ووتنگ رپ داره بچه یونیکه، فقط مال ووتنگه، شما تو هیچ آرتیستی دیگه نمیتونی ببینی. تنها آرتیستی که میتونه به ووتنگ خیلی نزدیک باشه و فاز ووتنگ رو داشته باشه به نظر من MF دومه، به خاطر اینکه اونم همینجوری فاز کامیک بوکی و خیلی سوپر هیروی طور داره، خیلی به ووتنگ نزدیکه به نظرم. خب بچه‌ها رسیدیم به شماره 1 لیست من. کسی که نرد هیپ هاپ باشه فکر میکنم تا الان حد زده که شماره 1 لیست من چه آلبومیه. آلبوم المریک ناز 1994. بچه هر چقدر در مورد این آلبوم من توضیح بدم، حرف بزنم، فکت در موردش بگم، بازم نمیتونم اونقدر واضح بهتون بگم که چقدر این آلبوم مهمه. بدون شک بهترین آلبوم تاریخ هیپ هاپه از هر منظری که بهش نگاه کنی، فلو، لیریک، پروداکشن، زمانی که آلبوم ریلیز میشه، جایی که آرتیست در موردش صحبت میکنه، سنی که آرتیست داره، همشون بهترین زمان، مکان و بهترین موقع ممکنن. ناز ادامه دهنده راه یه مجموعه بزرگ از آرتیستا میشه که خیلی زحمت کشیدن واسه هیپ هاپ، مثل مارلی مال، مثل بیگ دادی کین، مثل روکسانا شانته، مثل تمام کسایی که توی جوش کروی مارلی مال بودن. این آلبوم ادای دین و ادای احترامیه به تمام آرتیستای کوینز بریج پراجکت که یه هاوسینگ پراجکت خیلی بزرگه تو نیویورک و بزرگترین هاوسینگ پراجکت دنیاست، مثل یه شهر میمونه کاملا. و ناز از دل این پراجکت بیرون اومده بچه‌ها، از کف خیابونای این پراجکت صحبت میکنه و انقدر زیبا این کار رو انجام میده که بعد از نزدیک به 30 سال هنوزم این آلبوم مثل روز اول شنیدنیه. آلبومیه که برخلاف بقیه آلبومایی که توی اون سالا ریلیز میشدن هیچ اسکیتی نداره، یه اینترو داره The Genesis که 1 دقیقه خورده‌ایه و بقیه آلبوم پشت سر هم ترک‌های خفن و هر کدومشون یک جور به یاد موندن، یعنی هر کدومشون پروداکشن فوق‌العاده‌ای دارن و کسایی که روی آلبوم کار کردن و پروداکت این آلبوم انجام دادن اسمایی هستن که الان بشنوید فکتون میخوره زمین. دیجی پریمیر، پیت راک، لاج پروفسور و تمام پرودیوسرهای بزرگ ایست کوست. بچه‌ها این آلبوم موقعی که ریلیز میشه
مپو از روی وست کوست ور میداره و دوباره یه اعتماد به نفس میده به رپرهای نیویورک که بتونن خودشون رو نشون بدن. چون از 1990 تا 1994 که این آلبوم ریلیز میشه بچا کل هیپ هاپ دامینیت وست کوست بوده. اصلا NWA که هیچی، از خود در 90 از آلبوم‌های آیستی، اسنوپ داگ، دکتر دری، کل دسرو یه جوری هیپ هاپ رو دست خودشون میگیرن که اعتماد به نفس رپرها نیویورک خیلی میاد پایین. ولی ناز کاری میکنه که بعد از این آلبوم دوباره نیویورک رپرها خیلی بولد میشن، خیلی میترکونن و اکتای جدید وارد هیپ هاپ میشه و بعد از این رپرهای خیلی بزرگی به مارکت معرفی میشن که خیلیاشون مهمن، خیلیاشون اسمای خیلی بزرگین و هر کدومشون لگسی خودشونو بیلد میکنن از اول، مثل نوتوریوس بی آی جی، جی زی و کلی رپر دیگه. بچه‌ها یه چیزی که توی هیپ هاپ ایران من خیلی بدم میاد ازش اینه که اگه سنت پایین باشه بهت میگم برو بابا تفلی، تو بچه حالیت نمیشه، رپ چیه، برو بشین درس تو بخون، این حرفا. سنت هم خیلی زیاد باشه میگم برو بابا پیرمرد، تو اصلا به درد نمیخوری. ناز این آلبومو توی 17 سالگی شروع میکنه به نوشتنش و توی 19 سالگی ریلیز میکنه، یعنی تا قبل از 20 سالگیش بهترین آلبوم تاریخ هیپ هاپ میده. یه جوری میخشو میکوبه که اگه تا آخر عمرش هم دیگه هیچ آلبومی نمیداد فقط همین آلبوم بس بود. یه چیز خیلی مهم دیگه که در مورد این آلبوم وجود داره کاور آرتشه که من فکر نمی‌کنم هیچ کاور آرت هیپ هاپی اینقدر آیکونیک باشه، اینقدر ازش الهام گرفته شده باشه، اینقدر در موردش حرف زده شده باشه. تصویر یه پسر بچه که نگاه خیلی خشنی داره و توی بک‌گراندش هاوسینگ پراجکتی که ناز توش بزرگ شده رو می‌بینی و هیچ چیز دیگه ای نیست. یه فونت خیلی کوچولویی هم که اسم خود نازه و همین کافیه تا کلاسیک ترین کاور آرت تاریخ هیپ هاپ به وجود بیاد و همه در موردش حرف بزنن سالیان سال و کلی ازش الهام بگیرن، کلی اینسپایر بشن. بچه یه کار بزرگی دیگه ای هم که ناز توی آلبوم انجام میده معرفی ایزیه. ایزی توی لایف از بیچ یه ورس داره که عجیب غریبه. این ورس عجیبه، حتما برید گوش بدید و لذت ببرید. یه ترکی که من هنوز توی پلیلیستم هست، کل آلبوم همیشه توی پلیلیستم بوده و خواهد بود و همیشه بهش گوش میدم، ولی اون ترک یه شیمی عجیبی بین این دوتا امسی هست که خیلی جذابه. و نکته آخری که نیاز در مورد این آلبوم بگم بچه ها، سمپلای جاز و سول بی‌نظیر. همین سمپلای بی‌نظیر. اگه میخواین پروداکشن یاد بگیرید، اگه دوست دارید گوش پروداکشنتون قوی بشه، این آلبوم رو 500,000 بار گوش بدید. این آلبوم و پروژه های رضا، این دوتا خیلی میتونه بهتون کمک کنه. شاید این آلبوم مال 30 سال پیش باشن ولی هنوزم مدرنن و هنوز میتونید ازش کلی چیز یاد بگیرید و مدرن ازش استفاده کنید. نیاز نیست شما حتما برید مثلا اونا بیت بزنید. منظورم اینه که سمپلایی که توی این دوتا آلبوم استفاده میشه، مخصوصا توی پروژه های رضا، عجیب غریبن بچه‌ها، حتما ازش استفاده کنید. خب لیست من تموم شد بچه‌ها، ولی یه honorable mention دارم که 3 تا آلبوم دیگه است که توی این لیست نیست ولی من خیلی دوستشون دارم و میتونست توی این لیست باشه، ولی این 10 تایی که اسپوردم برام خیلی بولتر بودن. اولی آلبوم رگولیت جی فانکرای وارنجیه. این آلبوم دف جمو که اولین لیبل موزیک شهری و هیپ هاپ بوده رو از ورشکستگی نجات میده. این آلبوم خیلی آلبوم بزرگیه و به نظر من خیلی آلبوم آندرریتدیه، اونقدر که باید گوش داده نشده بهش. و وارنجی از اون رپراییه که فقط یه دونه است، هیچ رپر دیگه نمیتونه باش مقایسه کنی، چه توی فلو، چه توی کانسپتی که کلا در موردش صحبت میکنه و هر چیز دیگه. کلا وارنجی رپر خاصیه و من خیلی دوستش دارم و فکت جالب در موردش اینه که برادر خونده دکتر دری، اگه نمیدونید. بعدی آلبوم It's Dark and Hell is Hot از DMX. یکی از اون آلبوماست که من شاید به اندازه بقیه این آلبومو گوش نداده باشم بهش، ولی خیلی آلبوم تاثیرگذاریه. آلبومیه که بعد از مدت‌ها یه رپر رو بلو آپ میکنه، یه جوری معروف میشه که زمان زیادی بود یه رپر اینجوری نترکونده بود از بعد از زمان توپاک و خیلی آلبوم مهمیه بچه‌ها. و مهمتر از همه اینا سابجکت مدری که DMX در موردش صحبت میکنه، فلوی که استفاده میکنه، قلمش، همه چیزش یه چیز خاصن و رپر دیگه توی رپ گیم نبوده که مثل DMX بخواد بنویسه. خیلی خیلی دارک و سینیستر کلا لیریکای DMX و من خیلی دوستش دارم و این آلبوم از تمام پروژه‌اش بیشتر دوست دارم. و بعدی آلبوم هارلم ورلد از میس.
بچه‌ها میس یه جوری سوخت توی دنیای هیپ هاپ به خاطر زمان بدی که وارد دنیای هیپ هاپ شد. دقیقا زمانی که نوتوریوس B.I.G میمیره و پاف دادی دنبال یه آرتیست جدید میگرده که جایگزین کنه و نبود نوتوریوس B.I.G رو یه جوری جبران کنه. و میس خیلی رپر باحالی بود. میس رپری بود که سالها داشت کار میکرد تو هارلم و با کامرون و بیگ ال یه گروه محلی داشتن، هر کدومشون استایل خاص خودشون داشتن و میس تنها رپر ایسکوس بود که فلو لید بک و خیلی اسمود و خیلی باحالی داشت. و این آلبوم به نظر من آلبومیه که اگه دوست دارید میس رو بشناسید با این آلبوم بشناسید و خیلی آلبوم باحالیه و خیلی underrated بچه‌ها. حتی کسایی که هیپ هاپ هدن اونقدر این آلبوم رو گوش ندادن تا حالا و برام خیلی عجیبه چون خیلی آلبوم خفنیه. و تنها نکته منفی که این آلبوم داره کاور آرتشه که من متنفرم از کاور آرت این آلبوم. من نمیدونم پاف دادی چی پیش خودش فکر میکرده که این کاور آرتو از یه لیبل به این گندگی با یه رپر به این خفنی داده بیرون. چی تون کلت میگذاشته برادر من؟ چی آخه این؟ خیلی خزه، مخصوصا تتوی میز خیلی زایی است. حالا واسه اون زمان شاید باحال بوده، نمیدونم. و ویدیو همینجا تموم میشه بچه‌ها. این بود 10 تا آلبوم دیبیوی مورد علاقه من و قسمت اول از 3 تا ویدیویی که باید بسازم. سعی می‌کنم اونا رو خیلی زود بسازم و رکورد کنم و آپلود کنم. یه کوچولو بدقولی کردم، من بعد خیلی وقت پیش این ویدیو رو آپلود می‌کردم، یه کوچولو درگیر شدم، یه سری اتفاقات افتاد که نشد و ببخشید اگه در طول ویدیو شما صدای گربه شنیدید. من و همسرم 9 تا گربه داریم تو خونه، اینا همش پشت درن که میخوام بیان داخل. خلاص شرمنده. دمتون گرم. چنل سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بفشارید و مرسی که تا الان نگاه کردید ویدیو رو. چکس.